بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر. سلامت باشید. آقا عبدالله گرامی درسته؟ محمد هستم. آقا محمد. آقا محمد بفرمایید. حال شما خوبه ان شاء الله. سلامت باشید. شب شما بخیر. شب شما باشید. خدا قوت بده. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. خدمت شما عرض کنم که استاد می‌خواستم بگم که سعی کنید که زیاد این برادرامو که زنگ میزنن میخوام وقت برنامه رو بگیرن شما زیاد بهشون فرصت ندید. چون اونا دارن به قول افتادی با این روش، وقتی شما با آیات قرآن داری براشون دلیل میاره و اون میاد با حدیث میخواد جواب شما رو بده، اونم حدیث جعلی دیگه باید ببینید دیگه کجای کاری ما. خدمت شما عرض کنم که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند می‌فرمایند که ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان و بیم دهنده باشند و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند و خدا چیره کاربزاست. آیه 165 نساء. خداوند ببینید اینجا مستقیم خیلی سفت و محکم میگه با اومدن پیغمبران حجت بر مردم دیگه ثابت و تمومه، دیگه ادامه نداره. خدا هم سنت چکن نیست. این همه پیغمبر اومدن بگه ادامهش کسی دیگه ای بوده که به عنوان معاون یا جانشین کسی باشه که بخواد حضرت محمد که خاتم انبیا شده بخواد در خودش جانشین بذاره. بعد از طرفی استاد وقتی طرف زنگ میزنه شما داری با دلیل قرآنی بهش ثابت میکنی، سند برش میاری و اون یه جواب دیگه میده، این جواب خیلی واقعا بیننده رو اذیت میکنه. میگم بنده خدا سوار تاکسی شده بود، تاکسی وقتی رسید به مقصد خواست پیاده بشه، راننده تاکسی رو محبت بهش گفت آقا قربون دست لای در گیر نکنه. اون هم گفت قربون شما سر شما لا درگیر نکنه. آخه این درست که نیست، باید جواب منطقی داد. حرف علکی زدن و وقت مردم گرفتن که اصلا درست نیست. که بعدم اشتباه ما مردم استاد اینه که دین و با مذهب با هم قاطی کردیم. ما همیشه میگیم آقا دین چیزیه که از طرف خداوند بر ما اومده، مذهب چیزیه که شالوده فکر بشره. حالا شما نگاه کن، ما میاری آیه قرآن میاری، دلیل قرآنی میاری، پیغمبر میگه آقا هر جا حدیثی شنیدی که گفتن قال رسول الله، آوردید با آیات قرآن مطابقت کردید با هم نخون، بزنید به دیوار گل بزنید روش. حالا برعکس شده، اینا آیات قرآن نمیبرن میخوام با حدیث برای ما ثابت. آخه اینکه درست نیست. که بعدش هم الان شما نگاه کن تو جامعه که امروز ما داریم، پیغمبر اسلام به عنوان یک فرد کامل و یک مربی. استاد حالا من عذر میخوام این حرفو میزنم، ما اون موقع که بچه بودیم مدرسه میرفتیم، تو مدرسه مثلا میگم یه دفعه 4-5 نفر با هم دست یکی میشدن که مثلا بیرون از مدرسه یه نفر رو بگیرن بزنن. این دیگه عادی شده بود، الان تو جامعه هست، همه اونا که میدونن دیگه من چی میگم. ما چون بچه بودیم که وقتی میومدن میگفتن آقا عمر و ابوبکر و عثمان و علی اینا حق علی رو خوردن، ما پیش خودمون میگردیم که عمر و عثمان و ابوبکر 3 نفری با هم دست یکی میکردن، بیرون از مدرسه علی رو میزدن. بعدا دیدیم نه بابا اینجوری نبوده که اینا همه یار هم بودن، همه همبازی هم بودن، همه یک تیم بودن. پیغمبر استاد انسان شناسی بوده. شما نیا کنید یه تیم برای خودش درست کرده، با این تیم چه اشخاصی به جامعه تحویل داده، چه فتوحاتی اسلام به کجا صادر کردن، اینا همه سنده. حالا اینی که امروز ما بیان هی بخوام آقا صحابه ها خداوند تو قرآن اومده از رضایت خودش از اینا اعلام کرده، وقتی خدا از اونا راضیه من بنده دیگه چه کارم؟ بعدم ما میخوام ببینیم که ما بنده خداییم یا بنده علی. علی خودش بنده است، علی خودش همش زجه میزنه، علی خودش همش زاری میکنه در برابر اون درگاه. حالا ما میخوام رضایت دنبال رضایت علی باشیم. علی کجا اینو خواسته از ما؟ علی همه اینا از ما خواستن که ما بنده های خوبی برای خدا باشیم و باید خدا رو اول بشناسیم.
تا زمانی که خدا رو نشناسیم، اون عظمت رو نشناسیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون فقط به گمراهی میریم، فقط تو خاکی داریم میریم و خدا عاقبتمون رو خیر کنه. اون دنیا باید جواب بدیم استاد. اونجا دیگه جای این حرفا نیست. خداوند نور رو از ماست میکشه. فردای قیامت ما بار علی هم سنگین میکنیم، چون فردای قیامت علی میگه من کجا از شما خواستم این کارا رو بکنیم. باید مواظب رفتارمون باشیم. من عذر میخوام وقتتون رو گرفتم، چون میدونم بیننده های دیگه هم پشت خط هستن. التماس دعا داریم. ببخشید ما رو. تشکر از شما. تشکر آقا محمد بزرگوار. الله متعال. زنده باشید. خدا نگهدارتون.